والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم نمازداران عزیز و گرامی قدر، برادران اسلامی، پیش از آغاز صحبت از خداوند عزوجل دعا میکنم که این همه رنجه که به خاطر نماز خفتن و به خاطر نماز تراویح به سوی خانه‌اش آمده، الله رب العزت اون حسنات و ثواب را در نامه اعمالتون کتابت بفرماید و گذشتگان همه ما شما رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند و بیماری‌های ما و شما و تمام مسلمان‌ها را شفا و کامل عاجل نصیب بگرداند. شکر پروردگار میکنیم که ما و شما در دهه اولی رحمت قرار داریم که خداوند فضل و کرم میکنه بنده به نعمت‌های پروردگار مشرف بود. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود امید حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب است. از دست و زبانی کی براید که از عهده شکرش بدرد. این همه نعمت‌های پروردگار شکر می‌طلبد و به خاطر پروردگار امروز ما و شما در خانه خودش قرار داریم و با نیت اخلاص عبادت پروردگار می‌کنیم. می‌خواستم در موضوع امروز که بیان کنم، موضوعی که انسان چه کاری را که در دنیا انجام می‌دهد و این زندگی ما و شما چه 50 و 60 سال و 70 سال عمر به سر میبریم، این را علما زندگی امتحان میگویند. ما و شما در زندگی امتحان قرار داریم. حالا که بعد از این حیاتی که عمر داریم باز حیات عالم برزخ میگویند که از ما و شما گذشتگی‌ها در عالم برزخ هستند و بعد عالم برزخ عالم قیامت هست و هر بنده با پروردگارش روپرو می شود و اون سوالها با او داده می شود. و این موضوع خیلی مهم هم هست که ما و شما الحمدلله با فضل و کرم پروردگار طاعت و بندگی میکنیم و این ثواب و مرتبه و درجه چی راحت را در روز قیامت برای ما نصیب میگردد باید با خبر باشیم. اولا قرآن بیان می‌سازد که میگوید هر انسانی که در دنیا چه عملی کرد، چه عملی خوب کرد یا بد کرد، هر عملی را که کرد روز قیامت خداوند اون پرونده اش را به دستش میدهد و میگوید که بخوان هر چی را که تو عمل کردی. که در قرآن در سوره اسراء پروردگار می‌فرماید استعیذ بالله اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. ای بنده من بخوان نامه اعمالت را، هر چی را که تو کسب کردی، هر چی را که تو عملی کردی. حالا نگاه کنیم که در روز قیامت در نامه اعمال ما و شما در یک طرف کتاب خوبی های ما باشد و در دیگر طرف بدی ها باشد. اگرچه خوبی ها را که میخوانیم باز دعا میکرد از بنده که در اون روز که ای کاش زیادتر خوبی میکردم که امروز با سر بلند پیش پروردگارم میایستم. حالا که نامه اعمال هر کس به دستش داده میشود و اون بنده خودش قرائت میکنه. نامه اعمالش یکم مرحله هست که قرائت نامه اعمال هست. هر بنده نامه اعمالش را قرائت میکنه. چنانکه قرآن بیان می‌سازد میگوید که اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اما مرحله دوم باشد مرحله وزن نامه اعمال هست. حالا نامه اعمال را در اول انسان میخوانده است و دوم مرحلهش باشد وزن میکند. چنانکه در قرآن خداوند عزوجل اشاره میکند میگوید که ونضع الموازین القسط لیوم
و اون روز گذاشته می شود در ترازوی قسط، یعنی در تفسیر قسط گفته به معنای عدالت است. در روز قیامت هر نیکی ما و بدی ما در ترازوی اعمال عدالت گذاشته می شود، وزن کرده می شود. خب با دقت باشید که نگاه کنید، پروردگار عزوجل اون همه کردارهای ما شما چه از نیکی باشد و بدی باشد در ترازوی اعمال او را میگذارد. و در سوره قارعه هم باشد که خداوند میفرماید فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، و هر کی را که نیکی‌هایش خوبی‌هایش در ترازوی اعمال وزنی شد فهو فی عیشة راضیه، یعنی خوبی‌هایش خیلی وزنی شد، خیلی خوبی در دنیا کرده است، پس در جنت، در اون جنتی که پروردگار وعده داده است که تمام نوش و نعمت هست، دیدار پروردگار هست، برای بنده مشرف می‌گردد. در دوام آیات خداوند می‌فرماید و اما من خفت موازینه فامه هاویه، و هر کسی را که نیکی‌هایش سبک بود بدی‌هایش وزنی شد، هر آینه جهنم دوزخ را به خودش می‌کشد. هر کی را ترازوی اعمالش به بدی وزنی شد و نیکی‌هایش سبک شد، پس بداند که فامه هاویه، یکی از نام‌های جهنم هاویه هست، او را جهنم دوزخ به خودش می‌کشد. سیوم مرحله عطا کردن نامه اعمال به دست بنده هست. اگرچه در اول هر کس نامه اعمالش را قرائت می‌کند و در دوم مرحله وزن قرائت اعمال هست، وزن نامه اعمال هست، در مرحله سیوم باشد عطا کردن نامه اعمال هست. قرآن قصه میکند، میگوید که هر کسی را که فاما من اوتی کتابه بیمینه، آیت دیگر فسوف یحاسب حسابا یسیرا، هر کسی را که نامه اعمالش با دست راست داده می شود، پس حساب و کتاب او سبک هست. یکی از نشانه های بهشتی اون انسان میگردد. هر کی را در روز قیامت نامه اعمالش با دست راست داده می شود، پس فیقول ها اقرأوا کتابیه، در اون روز محشر داد میزد از پیغام میکرد است که برادران من، ای بندگان خدا، نگاه کنید که ترازوی اعمال من، یعنی نامه اعمال من به دست راست من داده شده است، نشانه بهشتی من است. در دوام آیت خداوند میفرماید و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، و هر کسی را که نامه اعمالش را با دست چپ میدهند، پس حسرت میخورده است که ای کاش این روز بدبختی را نمیدیدم. حالا که دوستان عزیز، مرحله هایی که در روز قیامت، در روزی که سختی هست، وزنینی هست، چگونه که پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، در اون روز، در روز محشر، روز گرمی آفتاب، بعضی ها را عرق بدنشان تا زانوهاشان هست و بعضی تا پیشانی هاشان و بعضی را غرق میکند عرق بدنش، چنان روزی سخت هست. از این خاطر در این دنیایی که امتحان هست، ما و شما یک عمل را کنیم که پروردگار از ما و شما خوشنود باشد. خداوند عزوجل چگونه که امروز نماز تراویح را میخوانیم، نماز خفتن را میخوانیم و نزد پروردگار بندگی میکنیم، این نشانه بهشتی انسان است. در مرحله آخران این است که خود اعضای انسان شاهدی میدهد که چی کارها را انجام داده است. در قرآن خداوند عزوجل میفرماید اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اون روز در دهانها مهر میزنند، دیگر خود اعضا، دستها، پاها شاهدی میدهند که ما چی کارها را انجام دادیم، یا کاری نیک یا کاری بد، با این دستها چی جرم و گناهی کردیم یا چی ظلم کردیم، یا که با این دو پا به کدام راههای یا خوب یا بد رفته. یعنی اعضای انسان خودش دیگر چه شاهدی میدهند. این مرحله آخرین بود. و حتی قرآن هم میفرماید و قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اون روز
خود انسان با اعضای خود میگفته است که ای شما برای چی شاهدی میدهید که حالا که همه اعضا که شاهدی دهد و جهنم میرود، برای چی؟ به خاطر که اونها خودشون سخن میگفتند که ما را خداوند عز و جل نطق داد و هر چیزی که خداوند فرمان داده از ما شاهدی میدهیم. چنان روزی سخت است. دوستان عزیز، وقتم به آخر رسید، دعا میکنیم که پروردگار عز و جل این همه عبادت ها و این همه ختم کلام ربانی را از ما و شما پروردگار قبول بفرماید و گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند و پروردگار را بیماریان شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگرداند و در روز حساب و سختی الله مهربان با لطف و کرمش ما را حساب صبور بگرداند. و صلی الله علی خیر خلق محمد و علی